روز 10 سپتامبر در شهر تاشکند در بینای دیوان وزیران ازبکستان با شرکت راهبران سازمان‌های دولتی و جمعیتی جلسه ویژه برگزار گردید که در آن مسئله اکستریمیسم دینی در کشور بررسی شد. در این باره با تکیه به منبع خود می‌نویسد آزادلیگ. در جلسه با اشتراک سروزیر عبدالله عریپوف و رئیس خدمات امنیتی دولتی عبدالسلام عزیزوف از افزایش رادیکالیزاسیون دینی در کشور اظهار نگرانی کرده شد. بلاگنویس و فعال ازبک میر احمد مومینوف در صفحه فیسبوکی خود نوشت که تصمیم گرفته شده است صدای اذان توسط بلندگویک‌ها کاهش داده شوند. نیمه دوم امروز در جلسه امام خطیبان شهر تاشکند بحث عاید مسئله کاهش صدای اذان صورت گرفت. قرار نهایی هنوز قبول نشده است، اما با امام خطیبان شهر توصیه داده شد که صدای اذان تا حد امکان کاهش داده شود و در اساس واکنش ساکنان محله چاره اندیشند، گفت فعال. The government exercises a certain degree of authority over all elements of religious life in Uzbekistan, but control over the practice of Islam is particularly strict and pervasive. یادرس میکنیم که روز 8 سپتامبر مجلس عالی ازبکستان تغییر الهه‌ها به کودکس رفتار در جایهای جمعیتی قبول کرده بود. طبق تغییرات نو برای پوشیدن نقاب در جایهای جمعیتی جوابگری مأموری پیش بینی شده است. اون چونki maktab binosida rus tili fani imtihon bo'lyapti. Ushbu imtihonga ro'molli, ya'ni hijob o'ragan qizlar kiritilmayapti. Ularga qarshi zulm o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek imtihondan chiqarib yuborilgan. اینچنین از طرف رسانه‌ها درباره ریدهای در شهر تاشکند در دکان‌های دارای لوازمات و ادبیات اسلامی همچنین بعضی قهوه‌خانه‌های حلال گزارش داده می‌شود. علاوه بر این در بازارها برای آشکار کردن جوانان ریشدار ریدها گذرانیده شدند. در پی این رید مقامات قدرتی به صاحبان یک قطار دکان‌های فروش ادبیات، عطریات و لباس دینی واقع در کوچه نوایی توصیه قطعی داده شد که نام‌های اسلامی دکان‌هایشان را عوض کرده نوشتجات عربی را از ویترینای دکان‌ها تازه نمایند. Buni jazo olmayotganni shaxsiy fikrimcha ikkita sababi bor. Birinchi o'rinda bular jazo olmayotgan sababi bu buyruqlar ancha yuqoridan kelyapti. Endi qay darajada yuqoridan kelyapti bilmadim, lekin ancha yuqoridan kelyapti. Shu darajadan ular shu sababdan ular jazolanishdan qo'rqmasdan insonlar huquqlarini ya'ni buzishyapti. Ular bu huquqlarni buzayotgan shaxslar xodimlar ular jazo olmasligini bilishadi. Shuning uchun qo'rqmasdan qilishyapti va jazo olishmayapti. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab biz fuqarolarda o'zimizda ayb. Ya'ni biz haqqimizni yetarlicha talab qila olmaymiz. کاربران شبکه‌های اینترنتی از ریدها علیه ریش و حجاب در مناطق دیگر کشور خبر می‌دهند. نوارهای سرشماری شاهدان حوادث در اینترنت پهن شده ایستاده است. رئیس اداره مسلمانان ازبکستان مفتی کشور نورالدین خالق‌نظرов از این معرکه پشتیبانی کرده از زیاده‌روی در دین انتقاد کرد. نوار سخنرانی او را دفتر مطبوعاتی این اداره در سامانه خود نشر کرده است. اسلام dinida azizlar ma'lum bir forma qabul qilinilmagan. Mumkin emas bu. Bu bitta millatning dini emas. Bitta iqlimga kelgan din emas. Agar hamma bir xil forma, bir xil kiyimda bo'ladigan bo'lsa, mashaqqat bo'ladi musulmonga. Din mashaqqat emas. Din bu yengillik. Hamma mana shunday bir kiyim kiyish kerak. Mana bunday joyda bunday qilish kerak. Bunaqa narsa yo'q islomda. سیاستشناس معروف ازبک کمالالدین ربیموف رژیم کنونی را با رژیم اسلام کریموف مقایسه کرد. متاسفانه ازبکستان به طرز تفکری کهنه برمیگردد. تمایل مبارزه به مقابل دینداری در جامعه باز هم وسعت می‌یابد. البته شاید به بسیاری ها این گونه بهاگذاری معقول نباشد. چرا درباره مشکلات گپ زنیم؟ زیرا در نهایت کار این گونه سیاست تنها معماها را به وجود می آورد، نه چیزی دیگر. دولت را مفلس می‌گرداند، جامعه را به عقب می‌پرتاید. متاسفانه دولت نمی‌خواهد معیارهای بین المللی آزادی وجدان و دین را درک و عملی سازد، نوشته است او در صفحه خود. بعضی insonlar aytadiki, mana qizim maktabga borib yuribdi, litseyga borib yuribdi, universitetga borib yuribdi, boshida ro'moli bor. Bizda unaqa muammo yo'q dedi. Ya'ni muammo toki bizani eshigimizni taqillatib kelgunigacha menga tinchlik bo'vergani yaxshi, mayli boshqalarning boshida ekan deb yuraveramizmi? Qachongacha biz bunaqa bo'lamiz?